افشین تو این همه طبیعت میری از حیونا نمیترسی؟ سعید یه سوال خیلی خوبی کردی که تقریبا از هر 10 نفر 7 نفر این سوال از من میپرسن. من تقریبا 8 ساله که هر هفته تو طبیعتم جاهای مختلف رفتم ولی تا حالا با حمله حیوان روبرو نشدم. دلیلش اینه که یه مقدار اطلاعاتم راجع به حیونا بالا بردم و با رعایت کردن چند تا نکته از حمله حیونا جلوگیری کردم. داستان اینه که اصلا حیونا به انسان حمله نمیکنن. حیونا انسان‌گریز هستن مگر در شرایط خاص. اگه تعدادتون بیشتر از 5 نفره که اصلا به هیچ وجه از هیچ حیوانی لازم نیست بترسید چون حمله نمیکنن و فرار میکنن. اگه زیر 5 نفری در شرایط خاص ممکنه حمله بکنن. مثلا گله گرگ‌ها توی زمستون که غذا گیرشون نمیاد خوی وحشیگریشون میره بالا، به خاطر همین ممکنه که از روی پیدا نکردن غذا بیان به تو حمله بکنن، به تو گروه. یا مثلا خرس با طولش خیلی خطرناکه. اگه جای دیدین باید ازش فاصله بگیری، از مسیرش خارج بشی. یا روبرو شدن یهویی با حیوانات وحشی. در حال مثلا تو یه مسیر پیاده روی می‌کنی ساکتی، هیچ صدایی نمیدی. پشت بوته خرس داره غذا می‌خوره. یهو با هم روبرو میشی، از روی ترسش ممکنه به تو حمله بکنه. این نکاتی که اگه رعایت بکنی این داستانا رو دیگه نخواهی داشت. یه سری نکات کمپی هم هستش. مثلا میری توی طبیعت، اگه می‌دونی فلان حیوان اونجا داره، غذای بودار نباید به خودت ببری. شب یه غذایی درست کن که بوش کم باشه. از طرفی توی چادرت هیچ غذای بوداری نباید ببری که شب خرسی چیزی بیاد بخواد دنبال بو بگرده بیاد سمت چادر تو. غذا تو رو درخت آویزون می‌کنی با فاصله از کم. شب موقعی که می‌خوای بخوابی، فضای کمپتو تمیز کن. هر چی هست آشغال و غذای بودار اینا رو آویزون کن تو ارتفاع که این حیونا به هوای این بوها نیان. خیلی وقتا شده حتی یه شغال ساده که به انسان حمله نمیکنه میاد تو کمپ آشغالا رو میریزه برام. شب توی چادر تا صدای خشخش میشنوی فکر می‌کنی این چه حیوانی هم هستش. نمیتونی درست بخوابی. این یه سری نکاتی که اگه رعایت بکنی خیلی راحت میتونی کمپ ایمن داشته. ببین تو اگه پیج من نداری، نه پیجمو برات میذارم فالو کن. کلی نکات طبیعت گردی داخلش هست میتونی ببینی و کیف کنی. برای رفیقات هم بفرست. دمت گرم. چاکریم.